با عرض سلام خسته نباشین دوستان عزیز. من حکیمی هستم از فرانسه. چنانچه میدونید دوستان عزیز ما چند روز است که در شهر لیماژ قرار داریم و آمدیم ببینیم از این شهر و جاهای دیدنی و زیبایی این شهر برای شما نواری داشته باشیم. دوستان شما ببینید ما در کجای شهر قرار دارم. اصلا ما در مرکز شهر قرار دارم و اینم چهار طرف از ساختمان‌های قدیمی و زیبایی. این هم ساختمان می‌بینید بازار است، بازار کریتی یا پوشیده، خیلی زیبا و دیدنی. او طرف هم ساختمان‌های قدیمی، ساختمان‌های مثلا چی میگن تاریخی. با دوستان وقت شما رو دیگه زیاد نمیگیرم، همراه ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنین، پیدا کنین و یوتیوب کانال ما سر بزنین و کانال ما سابسکرایب کنین و با دوستان خود بفرستین و دیگه شما رو به خدا پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. بدرود. بینندگان گرامی، ما سفر داشتیم به یکی از شهرهای دیگری فرانسه، شهر لیماژ. این هم افتادرس یا که راهی که به طرف شهر لیماژ می رود. چنانچه میدونید تابستان است، بچه ها در تعطیل تابستان قرار دارن و خواستیم که باز یکی از شهرهای فرانسه را دیدن کنیم و چند عائله تاجیک ما هماهنگ کردیم که با هم بشینیم و یک پیکنیک صحرایی یا که در یکی از پارک های شهر لیماژ که مخصوص به خاطر پیکنیک کردن یا که مثلا ششلی کردن است، بریم به اونجا بشینیم با هم صحبت کنیم و یک پیکنیک تاجیکی یا ششلیک تاجیکی اونجا آماده کنیم برای کودکان. دیگه با ما باشید دوستان عزیز، بریم از نزدیک این برنامه را با هم تماشا کنیم. رفتیم. با عرض سلام دوستان، سلام. من حکیمی هستم از فرانسه و ما امروز بچه ها با همراهی چند فامیلی تاجیکی که در فرانسه زندگی میکنن آمدیم یک پیکنیک داریم. پیکنیک مثلا صحرایی آمدیم. ایم گفتی گپا که با جمع برادرها و دوستان ششلی کردیم امروز نصیب باشه. با ما باشید دوستان، برنامه خیلی جالب و رنگین خواهد گذشت و ببینیم که مدن ششلیک و پیکنیک کرده ایسان. با ما باشید دوستان. این طرف هم نگاه فامیلا ما آمدیم همین شهر امروز. چنانچه گفتیم بچه ها در واکانس هستن یا در کانیکول. نگاه آوردیم بچه ها را، چندین و عائله های تاجیک با هم هماهنگ کردیم و آمدیم مرکز فرانسه که یک پیکنیک، یک گفتی گپا گشت گذاری تابستانه کنیم. خب اون طرف هم جای آبازی و دیگه ان شاء الله با ما باشید. برنامه ما جریان دارن. بچه دیگه کای میکشه قرط پرت مو پرید بود یک شوخیا کتی بچه ها کردیم. خب میریم دیگه طرف. اینجا هم برادرها هستن که اینجا گفتی گپا. عزیزان، بعد از خوردن طعام ما تصمیم گفتیم بریم شهر را از نزدیک ببینیم و چندین کوچه و خیابان‌های این شهر را با هم تماشا کنیم. و هوا امروز دوستان عزیز هوا خیلی هوای سفر است، هوای تفریحی است. هوا تقریبا 20-23 درجه گرم است و نیمه ابری و نیمه بارانی هم است هوا و بریم با هم یک جای تماشا کنیم کوچه و خیابان‌های شهر لیماژ را. رفتیم. دوستان ما هنوز هم در شهر لیماژ فرانسه قرار داریم
این هم یکی از کوچه های دیگر یا از ساختمان های دیگر شهر لیموژ. ما میریم و دیگه سمت های کوچه ها و خیابان های شهر لیموژ. دوستان دیگه کوچه ها و خیابان های این شهر لیموژ و اینم ترانسپورت ها و اتوبوس های شهر. ما بریم دیگه طرف ها ان شاء الله. با ما باشه تا آخر برنامه را ببینیم کجا باز ما برش ما ایوان نوار یافته میتونیم. اینم دوستان ما از بلندی اون طرف مرکز شهر لیموژ. دوستان عزیز این هم دیگر کوچه ها و خیابان های شهر لیموژ. چنانچه دوستان گفتم از نگاه جغرافی و گئوگرافی شهر لیموژ در مرکزی بگیم نقشه فرانسه جایگیر شده است. یکی از ناحیه های یا شهرهای مرکزی حساب دیده می شود. این هم یکی از کوچه های قدیم ترین. حالا میریم طرفی کوچه های شهری که مثلا شهری نو است و دیگه به حساب زمانوی و دیگه دوستان عزیز این هم یکی از چهارراهی یا چی میگیم کروگاوی شهر لیموژ. خیلی شهر تازه هم است، شهر آزاد تازه. واقعا باز امروز هوا ابری است، نیمه ابری نیمه بارانی، خیلی هم هوای خوب است. امروز فعلا 23 درجه گرم است. خیلی هوای برای مثلا گشتن و تماشا کردن هوای مساعد است. دوستان عزیز یکی از فروشگاه های بزرگ یا مرکز سودا یا ترگاه سنتر شهر لیموژ خیلی کلان هم است و متاسفانه امروز بسته است چون یک شنبه است. ببینید چقدر کلان هم است و بزرگ هم است. دوستان عزیز یکی از جاهای دیدنی و کارت ویزیت که چی میگن شهر لیموژ این ساختمان گاه یا وокزال است که شما در نوارهای خود میبینید و اونم کاتدراله که در سال قبلی ما از اینجا نوار داشتیم. دیگه دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما فعلا قرار داریم در کوچه و خیابان های شهر لیموژ. دوستان عزیز اینمی ساختمان ها و جاده که میبینید مرکز شهر لیموژ است. به حساب این طرف بانک ها و چندین آفیس ها و دفتر ها اینجا است. و دیگه هم گالری هم بود است برادرها، گالری لافت. دیگه اون طرف هم کاتدرال یا که مثلا کلیساهای قدیمه و این خیابان دیگه هم که خیلی ببینید زیبا و دیدنی هم است، مثل پاریژ، مادرید، خیلی زیبا هم است. این هم دیگه کوچه و خیابان ها. از طرف راست ما چه که دیدید لیسه است، لیسه لوساک، گی لوساک. کدام قهرمانی فرانسوی باشه که دیگه اصلا نمیدونم کیه، شاید کدام قهرمانی چی فرانسه باشه. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه و خیابان های شهر. دیگه خیلی زیبا هم است، تازه هم است شهر، جاده های خوب، خیابان های خلوت. مردم امروز استراحت دارن.
وانا گفتن همانند شهر لیموژ یکی از شهرهای توریستی فرانسه هم حساب می شود، چون خیلی توریست زیاد می آید اینجا. خیلی جاهای قدیمه و چیز زیاد داره تاریخی، با اون خاطر توریسم در اینجا خیلی زیاد است. این هم به حساب مری شهر یا که شهرداری شهر لیموژ. چنانچه گفتم این هم ساختمان مری شهر یا که شهرداری شهر لیموژ. این هم خیلی قدیمه هم هست و زیبا هم هست. این هم دیگه کوچه و خیابان‌های شهر. دوستان هم یکی از محله های شهر لیموژ خیلی زیبا و دیدنی. دوستان عزیز یک چیز جالب دیگر را دیدم. صابونایی که در خدمت معمول بود در دوره شوروی، صابون‌های مثلا زاوتی میگفتن، چی میگفتن؟ این هم در این دکان صابون‌های مخصوصی گفتم میفروشن. یعنی که از شهر مرسل این صابونا تولید میشن، ساخته میشن. و این هم یکی از دیگه کوچه و خیابان‌ها. و میریم دیگه طرفی کوچه های شهر. خیلی کوچه زیبا و جالب و محض در این کوچه توریست ها و خارجی ها زیاد هستن، زیاد میگردن. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه و خیابان های شهر لیموژ. و ببینید دوستان خیلی زیبا هم است. این مرکز شهر. دوستان عزیز چون گفتیم ما فعلا قرار داریم در مرکز. این هم دیگه کوچه و خیابان ها خیلی زیبا هم هست. و چون گفتیم در فرانسه این کوچه های تنگ یا کوچه های مثلا چی خیلی معمول هستن، مشهور هستن. ای با فکرم که بازار زکریتی اینو دوستان و خاطر چند بازار دیگه هم زکریتی هست در فرانسه این شکلی همین داره. و بیام طرف های دیگری کوچه های شهر لیموژ ببینید شما دوستان. یک دفعه ما در بلندی قرار داریم. او پایان که بره سرنشیب میشه. خیلی زیبا هم هست. دوستان عزیز این هم گفتی گفا کوچه مرکزی شهری لیموژ. این هم میدان. و این هم دوستان عزیز بازار کریتی یا بازاری پوشیده شهر لیموژ. و او طرف هم دوستان کوچه و خانه ها و ساختمان های قدیمه. این طرف هم دیگر کوچه و ساختمان های قدیمه شهر. دوستان عزیز هنوز هم سفرهای ما و سیرگشت ما در شهر ادامه داره. دوستان عزیز این طرف ساختمان های دیگه از حسابی بیبلیوتک، کتابخانه و امیر گارد چنانچه گفتیم شهرداری. و یک چیز جالب دیگر را دیدیم دوستان عزیز. در این طرف یک موزه است اکواریوم و حساب چیزهای آبی، چیزهای بحری در اینجا جمع آوری شده است. و دوستان متاسفانه ما وقت نداریم
اگر داخل شدن برای کلانسالا 10 یورو، برای کودکا 6 یورو. خیلی جای جالب و دیدنی هم هست و چیا داره؟ چه بحری. با هم خودید میریم دیگه طرف. هم دوستان عزیز محکمه یا سود یا قاضیات شهری لیماژ و هم دیگر کوچه های دیگر. خیلی تنگ کوچه و پس کوچه در اینجا زیاد بوده است. دوستان عزیز هم دیگر کوچه و خیابان های شهر لیماژ. سلامت باشید. برادر ما تاکسیست ای، خداوند نگهدارش باشه. نگه خدمت کرد امروز. گفتی که با گرچنده پلم گرفته باشه، پلی کم گرفت که وابشه توری نمیگیره. نگه خانه‌اش آباد زنده باشه. خداوند برکتش بده. خیلی گفتی که با خدمت کرد. یه هم نگاه کوچه ها. خیلی شهر کلان هم بوده از شهر لیماژ. ما فکر نمیکردیم شهر کلان بوده، چون کوچه و خیابان ها خیلی زیاد داشته است. خیلی هم جاده‌های زیبا و دیدنی سرسبز. ببینید چه بر هوا تازه. دوستان عزیز، چنانچه میدونید ما در این شهر ترانزیتیم، به چند روز آمدیم و افسوس که دیگه وقت نیست. یه هم که از استادیوم های مرکزی شهر لیماژ خیلی استادیوم کلان و زیبا و دیدنی هم هست. شما ببینید اگر وقت نصیب باشه ما میریم بکنش، اگر که نه با بزرگی دنبال باشند وقت تنگ است. شما دیگه ببینید صحنه بیرونیش و یه هم استادیوم مرکزی شهر لیماژ. اینم استادیوم شهر لیماژ. خیلی استادیوم وزیر بوده تو. و افسوس که ما وقت دیگه نداریم. باید میفهمید ارکیتکتورهای فرانسه هم محفوظه. مثلا چی میگیم؟ نگاه کن. نگاه اون چی نکرده است. از دنیل دیگ سپرده. عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره خیابان ها، کوچه ها و عموما شهر لیماژ فرانسه. اگر شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما باشه. بدرود.